الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، سوال شده است که آیا بیوزن را بیولی نکاح کردن درست است؟ یا که عموما نکاح بیولی آیا اینچنین درست است یا نیست؟ و دلیل مذهب ابو حنیفه رحمه الله برای ولی شرط صحت نکاح نبودن چیست؟ بارک الله فیکم. اولا میگویم که امروز یک فهم خطای در مسئله نکاح زنی بیوزن بیولی به نهایت منتشر شده است. از سبب فتوای بعضی از کسانی که از این مسئله، از مسئله طلاق و نکاح بخبرند، این یک فتنه یا که خطای بزرگ منتشر شده است. فهم خطا این است که بعضی انسان ها فتوا داده اند که ولی برای دختر شرط است، یعنی دختر خانه که باکره هست، در این حالت ولی برای این شرط است، بی ولی این رو نباید نکاح کرده شود. اما زنی بیوه که یک بار شوهر کرده است و جدا شده است، برای این ولی شرط نیست و بیوه بر نفسش خودش حق دار است. و بعضی روایات رو میارند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حقیقت گفتند الثیب حق بنفسه، زنی بیوه به نفسش حق دارتر است نسبت بر دیگر کس. جواب این فهم این است که ما میگیم این فهم خطا است و غلط است و سببش دور بودن از قرائت، فهمیدن یا که از فهم مسائل طلاق و نکاح است. چرا که جمهور علمایی که ولی را شرط صحت نکاح میدانند، اونها بین دختری باکره و بین بیوزن هیچ فرق نمیگذارند. میگویند ولی هم به دختری باکره و هم به بیوزن به هر دوی شرط صحت است، شرط صحت نکاح است. جمهور علما، کسانی که ولی را شرط صحت نکاح میدانند، بین بیوزن و بین یک دختر خانه باکره فرق نمیگذارند و کسی که فرق گذاشته است غلط کرده است و این فهم خطا است. اما این دلیلی که آورده اند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زنی بیوه را به حقش نفس دارتر، به حقش به خود به نفسش حق دارتر گفت و دختر را این طور سخن نکرد، دختر خانه را، ما میگیم که فهم این روایت ها به دیگر نمود است. سلف امت این روایت ها را به دیگر معنا میفهمیدند. معناش این است که وقتی که خواستگار به یک دختری باکره که یگان بار شوهر نکرده است می آید، دختری یاش است، مثلا 15 16 17 18 ساله است، از مصلحه، از فایده و ضرر زندگی بیخبر است، جوان دختر است. در این حالت پدر از نام دختر سخن میکند، یا ها میگوید یا نمیگوید. در بعضی حالت میشود که دختر راضی نیست، پدر راضی میشود. در بعضی حالت میشود که دختری باکره راضی هست، پدر راضی نمیشود، برای آنکه این دختری خانه است، باکره است. در این حالت جایز است. حتی در مسئله فقه مسئله آمده است که دختری باکره را مجبوری دادن آیا جایز است؟ به یک مرد صالح جایز است و نکاح میشود. اگر یک مرد دخترش را مجبورن به یک مرد صالح بدهد، البته جایز است. درست است، نکاح صحیح است. اما اگر زن بیوه باشد، دختر بیوه باشد، دختری بیوه را مجبورن دادن یا که از نام وی به یک کسی آمده ها رد یا که جواب مثبت یا که منفی دادن، جایز نیست و درست نیست. و موافق سنت این است که خودی بیوه زن بگوید که من راضی هستم یا نیستم. یعنی در این حالت بیوه زن حق دارد، پدرش حق ندارد که خواستگاری اومده را بگوید یا که از پیش خودش بله من راضی ام گفت، مثل که به دختر خانه میکرد. بلکه در این حالت اول زنی بیوه رو میپرسد، دختری بیوهش رو میپرسد که دخترم یک خواستگار اومد چی میگویی؟ اینجوری مشورت. و زنی بیوه باید به دهانش هم بگوید یا نبگوید به زبانش، برای که زنی بیوه شرم شکسته است، یک اویله دیده است. اما در بعضی حالت ها دختری باکره به یک خواستگار آمده راضی هست، اما به زبانش هم گفته نمیتواند، خاموش می نشیند.
در این حالت پدر از نام دختر جواب میدهد. انا همچنین سخن، یعنی فرق بیوه و فرق دختر خانه در همین مسئله است، نه در مسئله دیگر. بارک الله فیکم. پس این مسئله به مسئله ولی هیچ تعلقی ندارد. یعنی مسئله بیوه بودن یا که دختر خانه بودن برای بودن و نبودن ولی تاثیر نمیگذارد، بلکه باید ولی به قول جمهور علما هم به یک زن که 40 ساله است، 50 ساله است، باکره است یا که بیوه است فرق ندارد باشد، و هم به یک دختری یا که شوهر میکند باکره است باید ولی باشد. پس در مسئله آیا نکاح بی ولی صحیح است یا نیست، در این مسئله علما به دو قول اختلاف کردند. قول جمهور علما مالکی، شافعی، مذهب حنبلی رحمه الله تعالی میگویند که نکاح بی ولی صحیح نیست و ولی این شرط صحت نکاح است. و قول دوم قول بعضی از علما به مانند ابو حنیفه و مذهب ابو حنیفه و شعبی و اوزاعی، اینها میگویند که نکاح این شرط صحتی، یعنی ولی شرط صحت نکاح نیست بلکه شرط کمال نکاح است. یعنی قول مذهب ابو حنیفه و شعبی و اوزاعی این است که میگویند اگر کسی به ولی نکاح کند افضل است و خوب است، اما اگر به ولی هم یک زن به دو شاهد خودش رو به شوهر برآورد جایز است میگن. اما قول راجح و قول صحیح این قول جمهور علما از مالکی و شافعی و احمد ابن حنبل است، چرا که در این مسئله حدیث سه آمده است. امام ابو داود رحمه الله و امام ترمذی و ابن ماجه در سننشون از حدیث ابو موسی اشعری روایت میکنند که همین حدیث را شیخ البانی صحیح کردند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن لا نکاح الا بولی، نکاح نیست مگرم یا بجز به ولی، یعنی نکاحی که به ولی شده است صحیح نیست. این مفهوم مخالفه حدیث است، چون که در علم اصول فقه مفهوم مخالفه حجت است. نکاح نیست بجز ولی، یعنی نکاحی که به ولی است صحیح نیست. و همین حدیث رو محدثین میگن زیاده از 30 نفر از صحابگان روایت کردند. و مذهبی که مذهب جمهور است به ولی نکاح نیست، این مذهب ابن عمر است، ابن عباس است و سعید ابن مسیب است و مذهب عایشه رضی الله عنها است و مذهب بسیاری از صحابگان است. بارک الله فیکم. و این چنین حدیث دیگر آمده است که امام بیهقی از حدیث عمران و از حدیث عایشه رضی الله عنها روایت میکنند و این حدیث رو هم در کتاب جامع صحیح البانی صحیح کردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن لا نکاح الا بولی و شاهدی عدل، نکاح وجود ندارد مگرم به ولی و به دو شاهد عدل. یعنی نکاح همون وقت نکاح صحیح است که ولی و دو تا شاهد وجود داشته باشد. وقتی که ولی وجود ندارد، دو شاهد وجود ندارد، این نکاح نیست. و این چنین حدیث دیگری هست که مذهب جمهور علما به خودشون حجت میارند. این رو احمد رحم الله در مسندشون، ابو داود در سننشون، ترمذی در سننشون روایت میکنند و این هم در صحیح الجامع البانی صحیح کردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل. یعنی هر آن زنی که نکاح میکند بغیر اذن ولیش پس نکاحش باطل است، پس بارک الله فیکم. هر سه این حدیث رو که لا نکاح الا بولی یا که لا نکاح الا بولی و شاهد عدل و این حدیثی آخر خونده ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل سه بار میگن. پس این دلیلی جمهور علما مذهب مالک، شافعی، احمد ابن حنبل است که با همین دلیل میگویند نکاحی بی ولی این نکاح مطلقاً صحیح نیست و ولی شرط صحت نکاح است. و در اینجا باید دانسته مونید که هم به ولی هم به بیوه زن و هم به دختری باکره شرط صحت است. هیچ کسی یگان نفر از علما بین دختر و بین بیوه باکره و ثیب جدا نکردند. بارک الله فیکم. پس این قول راجح است. اما مسئله اینجاست که اگر یک دختر به ولی نکاح شد آیا این نکاحش باطل است، نسخ می شود یا نیست؟ ابن قدامه رحمه الله ذکر میکنند در کتاب مغنی که
البته در این حالت ما نباید نکاح رو نسخ کنیم، بلکه باید به پدر مادرش خبر دهند. البته ولیش بعد از نکاح هم اگر راضی شود نکاحش نکاح است، و اگر این نکاح رو به ولی قاضی امیر نکاح کرده باشد این نکاح است، اما نصیحت باید کرده شود. اما یک بار نکاح رو به فسادی به نسخ نباید فتوا داد، اول مسئله رو سنجید و دید. بارک الله فیکم. اما دلیل مذهب ابو حنیفه برای اینکه نکاح به ولی احتیاج ندارد یا که ولی شرط صحت نکاح نیست چیست؟ آیات قرآن رو دلیل می آورند. عمومی قول سبحانه و تعالی فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. آیات میگند این اضافه به نکاح شده بزن، یعنی این نهی الله به زنها هست. پس این آیت دلالت به یعنی اشاره به زن کرده است. پس از همین جهت زن میتواند که خودش رو به شوهر برارد یا نبرارد. پس این قول البته ضعیف است. قول ضعیف است. چه که ما بیان کردیم نکاح بیولی، نکاح بیولی هم در حق بیوزن و هم در حق دختری باکره درست نیست. نکاح صحیح نمی شود دیده دونسته این کار رو انجام ندهد. اما بعد از اینکه کسی انجام داد نظرا به مذهب ابو حنیفه یا که یک امیر یا قاضی، در این حالت ما نباید یک بار فسخ بکنیم، بلکه اول مسئله ولیش را ببینیم و بعد از این ما دیگر از مسائلش رو نظر بکنیم. بارک الله فیکم. این مختصرا مسئله ولی در مسئله نکاح بود. پس دلیل مذهب ابو حنیفه عموم است و دوم دلیلشون قیاس است. قیاس البته ضعیف است. ما قاعده داریم که لا قیاس مع النص. وقتی که حدیث اومده است و آیت است یعنی نص هست، قیاس باطل است، قیاسی وجود ندارد. بارک الله فیک.